Man patīk Latvijā, es gribu dzīvot un strādāju šeit. محمد ظریف بیناکار است و در ساختمانی در شهر ریگا با کارگران لیتوانی و روس و بلاروس و ازبک همراه کار میکند. 8 سال پیش از تاجیکستان به لاتویا آمده است. Посмотри на объявление, чтобы в Латвии надо люди. در اعلان دیدم که در لاتویا به کارگر احتیاج دارند. آمدیم اینجا را انتخاب کردیم. اول با روادید، سپس بر اساس کار حق اقامت موقتی دادند. У нас дали ВНЖ. در این سالها محمد ظریف در گوشه‌های گوناگون لاتویا کار کرده است. راه و پل و زیربنیادهای دیگر ساخته و تعمیر کردند. اختصاصش از بیناکاری فرسخ‌ها دور است. شرق شناس است و در دانشگاه ملی تاجیکستان درس عربی داده است. Я закончил, да, востоковедение, филологию. من شرق شناسی فیلولوژی خواندم. همه چی خوب و عالی بود ولی خواستم در خارج کار کنم ببینم که مردمش چگونه کار و زندگی میکنند. برای همه شکر میگویم. الحمدلله за всё. خانواده محمد ظریف در تاجیکستان است. میگوید که سال 1 یا 2 بار رخصتی گرفته به تاجیکستان می رود. در وقت‌های خالی زبان لاتویایی می‌آموزد. Учитель нанимали, а потом اول معلم گرفتیم، بعد رفت و آمد کرده با دوستان و همکاران خود به خود یاد میگیریم. YouTube есть, латвийскую володу. بر اساس آماری رسمی سال گذشته اداره مهاجرت لاتویا به 15,000 نفر حق اقامت موقتی داده است که به آنها امکان می‌دهد در این کشور بمانند و قانونی کار کنند. تعداد آنهایی که از کشورهای بیرون از اتحادیه اروپا به لاتویا برای کار آمدند در 2 سال اخیر 20% زیاد شده است، به خصوص از ازبکستان، هند، بلاروس و تاجیکستان. مهاجران بیشتر در عرصه‌های بارکشی، نقلیات، ساختمان و رستوران‌ها کار می‌کنند. چرا شهروندان کشورهای سوم محض لاتویا را برای تحصیل، کار و زندگی انتخاب می‌کنند؟ سطح زندگی در لاتویا به قدر کافی بلند است. کرایه خانه و خرج روزانه نسبت به دیگر کشورهای اروپا به مراتب کمتر است. عین حال در حکومت لاتویا و هم در شهرداری ریگا حزب اتحاد ملی رهبری میکند که یک نیروی سیاسی راستگرایی محافظه‌کار است. محدود کردن مهاجرت از کشورهای سوم به لاتویا را یکی از هدفهای اساسی خود اعلان کرده است. یانیس دومبراوا از این حزب که به تازگی وزیر امور داخلی لاتویا تعیین شده است، چند پیش موضوع مهاجرت از کشورهای سوم به لاتویا را چنین شرح داد. این در واقع پس از تهدیدهای احتمالی نظامی روسیه دومین تهدید بزرگ است. ما خودمان شرایط فراهم می‌آوریم که مهاجران از دیگر منطقه‌های جهان جای ما را بگیرند. سیاستمداران اتحادیه ملی از آن اظهار نگرانی میکنند که به لاتویا مهاجران روس زبان و به گفته آنها نمایندگان فرهنگ و دینهای بیگانه زیاد میآیند. آنها میخواهند معیارهای قبول دانشجویان خارجی در لاتویا سخت‌تر کرده شود. لیتوا را مثال میارند که به گفته سیاستمداران محافظه‌کار خارجیان را از کشورهای از نظر فرهنگی نزدیکتر جلب میکند. به فکر من ما باید به آسیای شرقی به فیلیپین توجه کنیم. اگر به جلب بیشتری کارگران خارجی نیاز باشد بهتر است که آنها از کشورهای نباشند که در آنجا اسلام و زبان روسی برتری دارد. فیلیپینی ها عادتا زبان انگلیسی را خیلی خوب می‌دانند. سازمان‌هایی که به همگرایی مهاجران کشورهای سوم مشغولند میگویند مؤسسه‌های تعلیمی و کارفرمایان در لاتویا برای منفعت‌های خود شده قانون‌های مهاجرت را زیر پا می‌کنند، اما سیاستمداران به جای راه ندادن به قانون شکنی‌ها با عاقبت‌های آن مبارزه می‌برند، مثلا با عملیات پلیس به ضد مهاجران. اگر شما تحصیل را با موفقیت به پایان رسانده صاحب اختصاص شوید، می توانید در لاتویا بمانید، در شفاخانه کار کنید، کارخانه تأسیس دهید و غیره. بسیار خوب می شد که کارفرمایان ما به جای جستجو و جلب قوه کاری از خارجیانی را که 4 یا 5 سال در لاتویا زندگی کرده زبان لاتویایی را آموختند جلب نمایند و بگذارند که اینجا کار کنند. محمد ظریف از تاجیکستان که 8 سال باز در لاتویا کار میکند حالا نمیداند که در نهایت برای همیشه اینجا میماند یا نه، ولی این احتمال را هم استثنا نمیکند. Никто не знает через минуту, что будет и где он будет. هیچ کس نمیداند که بعد 1 دقیقه چی می شود و او در کجا خواهد بود. برای همین کار خوب است. ما اینجا عادت کردیم. مردم لاتویا با ما مناسبت بسیار خوب دارند. بسیار عالی. Латвийский народ с нами очень хорошо.